مرد از جانب این علم را پایان می‌آورد. همون حضرت میگوید ان الله تبارک و تعالی حی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیه الیه ان یردهما صفرا. حبیب خدا گفته بوده است که این مردمی که الحال برای رضاگی همون پروردگار شما جمع شدید، انا همون پروردگار شما زنده است، انا همون پروردگار شما حیات است، ابدی نمیمیرد، کریم است. همون پروردگاری که یعلم ما تسرون ما فی السماوات والارض، همون پروردگاری که میداند هر یک حادثه که بین زمین و آسمان به وجود می آید، همون پروردگاری که میداند الحال در سینه های شما، در دل های شما چی نیت و چی گمان است، میداند. همون پروردگار زنده است. همون پروردگاری که حضرت مولوی میگوید کشد گرمور در زیر زمین آه، ز حال مورکی خود هست آگاه. همون پروردگاری که اگر یک مورچه در زیر زمین آه کشد، همون الله از آه دل مورچه درک دارد. کشد گرمور در زیر زمین آه، ز حال مورکی خود هست آگاه. و همان پروردگار شعر می داشته است یستحی من عبده، حیا می کرد از بندگان خود. کدام زمان؟ اذا رفع یدیه الیه، هر وقتایی که ما و شما دست هامان به سوی ذات او می برداریم به مقصدی که دعاهای ما را پروردگار قبول گرداند. وقتی که دست هامان که می برداریم، همون پروردگار شرع می داشته است که دست های ما را خالی برگرداند. دست بنده را شرع می کرده است که خالی برگرداند. لیکن یقین دانیم برادران عزیز و گرامی، البته دعای در نزد پروردگار قبول می شود که اگر از حلق پاک باشد. دعای در نزد پروردگار قدر و قیمت دارد که جسد از حرام خالی باشد. حضرت سعد ابن ابی وقاص، یکی از صحابه های جلیل القدر حبیب خدا، یکی از اشتراکچیان فعال جنگ احد، نزد حبیب خدا آمد. بسیار یک فعال در جنگ احد بود که حضرت علی روایت میکند در صحیح بخاری که هیچ مرد را ندیدم که پیغمبر خدا پدر و مادرش فدای او کند، لیکن وقتی جنگ احد گوش می انداختم که حبیب خدا به سوی سعد می گفت ارمی یا سعد، ارمی یا سعد، امی ابی و امی فداک، تیر انداز ای سعد، تیر انداز ای سعد، پدر و مادرم فدای تو باد. حبیب خدا پدر و مادرش فدای سعد ابن ابی وقاص میکرد. انا همون سعد وقتی که نزد حبیب خدا آمد چی گفت؟ ادعو الله ان یجعلنی مستجاب الدعوه. ای حبیب خدا از تو یک خواهش دارم، خواهشم همین است که دعا کو پروردگار را که
هر وقتایی که سعد ابن ابی وقاص دعا کند دعاش خدا قبول کند. خدایا مرا دعا که حبیب خدا تا که پروردگار مرا از جمله همون مردهای گرداند که دعاش بیشک در نزد پروردگار قبول شود. حبیب خدا چی گفتند؟ حبیب خدا گفتند برای آن که دعای تو در نزد پروردگار قبول شود اطب مطعمک. سعد گفت حلقت را از حرام خالی گردان، لقمه را لقمه حلال گردان، دعا در نزد پروردگار قبول می شود. از این خاطر بود است که حضرت صوفی علیه را خدا رحمت کند وی می گفت تو ای صوفی که در بر می کنی دلق کنه ول احتیاط از پاکی حلق. اگر حلقی کسی آلوده باشد کجا در معرفت پالوده باشد. اگر حلقی کسی آلوده باشد کجا در معرفت پالوده باشد. سگی که در پلیدی میکند رو نگر چون میکند هر لقمه را بو. چرا تو بی توقف میزنی دست دهن چون ماهی اندازی به هر شست. بخور قوتی که در معده شود آش مخور آنکه شود رسواییت فاش. حبیب خدا حضرت سعد تأکید کردند که اگر خواهی که مستجاب الدعوت شوی دعای تو همیشه در پیشگاه خدا قبول شود همیشه از حرام های پروردگار پشت بگردان، همیشه حلال خور شو، حلال رفتار شو، دعا در نزد پروردگار البته قبول میگردد. حتی در یک حدیث خواندم که یک مرد را حبیب خدا حکایه میکند که یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیه یا ربی یا ربی و مطعمه حرام و مشربه حرام و ملبسه حرام و غذی بحرام فانا یستجاب له. حبیب خدا گو یک مرد بسیار سفری دراز کرد، شاید که سفری به خانه حج کرده باشد، بسیار سفری دراز کرد. اشعث اغبر بی نهایت مانده شد، تمام لباساش حتی درید، تمام وجود از گرد و چنگ فرا گرفت و دستش برداشت به سوی پروردگار و دعا میکرد. خداوند گفته بود است این انسانی که دست به سوی ما برداشته از ما زاره و تولا دارد این خوراکش از راه حرام می آید، لباسش از راه حرام می آید، نوشاکیهاش از راه حرام به دست می آید و تمام خوراکی که در خاندان تأمین می کند از راه حرام به دست می آید. چگونه دعای این بنده را ما قبول کنیم؟ از این خاطر از پروردگار دعا می کنم که خدای مهربان اولا برای ما توفیق و هدایت نصیب گردان که همیشه لقمه های ما حلال باشد و از راه حلال به دست ما پیدا شود. خدایا در هر قدمی که اهل این جمعیت گذاشتند حسنات کتابت بفرما، همه گناهان این جمعیت ما را خدایا مغفرت بگردان، گذشتگان خدای رحمت و مغفرت بگردان، بیماری ها را شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردان. تمام برادرانی که امروز چندین بار زنگ ها بر ما زدند از تمام شهرهای بیرون از تاجیکستان که در حق ما دعا کنید که ما در مسافرتی هستیم، خدایا سفرهاشون با فیض و با برار بگردان. زندانی هایی که امروز در زندان هستند خدایا اونها را هم صحت و سلامت به نزد پدر و مادر و اهل و عیالشان برسان. خدایا این تاجیکستان ما را آباد بگردان.
خدایا همیشه در تاجیکستان ما صلح و صلاح و یکدیگر فهمی و یک پارچگی را حکمران بگردان و رهبر دولت هم که برای بهبودی این پارچه زمین تاجیکستان، این ملت، این مردم سعی و کوشش ها دارد، خدا ایشان هم در حفظ امانت نگه دار. اللهم بك اصبحنا و بك امسینا و بك نحیا و بك نموت و الیک المصیر. آمین یا رب العالمین. جمعه گذشته برادران خیلی عزیز و گرامی، آخران جمعه از شرح سوره والضحی بود و جمعه گذشته ما برای شما وعده کردیم که اطراف سوال و جواب ها، اطراف سوال هایی که خیلی در پیش ما زیاد هستند، برای شما جواب میگردانیم و الحمدلله که خداوند همون ساعت و همون وقت برای ما و شما آورد. بسیار هم سوال های جدی هستند، بسیار هم در زندگی ما و شما لازم و در کار هستند و این خاطر خیلی با دقت باشیم که این برادرای ما و شما از ما چی سوال کردند تا که به جوابهای اونها گوش انداخته و این جوابها را ما و شما در حیاتمان و در عبادتهامان البته اجرا کنیم. سوالی که جمعه گذشته من خوانده بودم که یک برادر در اطراف چند مسئله از ما سوال کردند، میخواهم بار دیگر ویا برای شما خوانم، بعداً برای هر کدام این به شما یک جواب میگردانیم. سلام داملای عزیز، از شما التماس با همین سوال ها جواب دهید که بسیار ضرور است و مورد بحث قرار دارد. در شهر دوشنبه در بازار کاروان مغازه هست به نام اوراستیل. در درون مغازه تاجرهای همون درون بسیار به ما در مسئله های نماز چگونه باید خوانده شود به ما سخت می روند. یکم میگویند که در وقت پیغمبر مذهب وجود نداشت، به ما مذهب در کار نیست. دویم، در وقت طهارت پایهایشان را از روی نسکی محض میکشند، به ما میگویند که این سنت پیغمبر است. سوم، در نماز پایهایشان را کشاد میگذارند، اگر مثل آنها نخوانی به تو جنگ و جنجال میکنند. و در وقت سجده دستهایشان را بالا برداشته میپرتایند، یعنی رفع یدین میکنند. پنجم، در وقت دعا دستهاشان بر رویهایشان نمیمالند، یعنی دعا آمین نمیگویند. و هیچ وقت با همراهی و میگویند که پیغمبر هیچ وقت با همراهی اصحاب یک جای دعا نکرده است. و میگویند که تراویح 8 رکعت است، مگر اینها درستند یا نه؟ باز میگویند که سخنهای دامولا بسیارش ضعیف است. بابای حاجی مرزا، التماس یک 20 دقیقه علاجش باشد صحبت کنید تا با واسطه کسیت آنها رو ما کمتر آرام کنیم تا که بین ما جنگ نشود. التماس با طور وسیع و آزاد صحبت کنید. شهر دوشنبه. برادرای خیلی عزیز و گرامی، راستی بار این یکم سوال نیست، بلکه این گونه سوال ها در من شاید خدا دانا هست، قسم به خدا زیاده از 100 سوال این گونه آمدگی است، لیکن من تا همین روز هیچ کدام سوال همین را نخواندم و حتی وقتی همین میخوانم باور کن یک غم به خدا قسم مرا فرا میگیرد. شاید هر کس هر کل میفهمد. برای بعض شخصیت های در همین مسجد نشسته شاید خواهان او هستند که من عصبانی شوم، من ناراحت شوم، مثال تحقیر نسبت آن کسانی که این گونه نماز میخوانند یا مثل دیگر کس میخوانند تحقیرها کنم.
باور کن همین چیزا من در خودم عیب نمیبینم. همین سوالها را وقتی که میخوانم یک مفکوره تنگی بعضی از شخصیت ها به یاد من می آید، زیرا که این مسئله ها اگر چندیم برادر ما میگوید مورد بحث قرار گرفته است، باید مورد بحث قرار نگیرد. اینا مورد بحث باید قرار نگیرند. این چی مسئله هستند که مورد بحث قرار میدید؟ اینو از جمله شرکیات نباشد؟ خداوند در قرآن لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، ای بندگان من از رحمت من ناامید نباشین، من همه گناه شما را میبخشم مگر شرک نمیبخشم. شرک پروردگار نمیبخشد. از جمله شرکیات میشد مورد بحث قرار میگیریم، منم جانبدار شما بودم. لیکن افسوس که از جمله شرکیات نیست. از جمله آن گناهایی که خداوند با سبب این شما را معاقبه و شما را شرمسار در قیامت کند، از جمله وی هم نیست. بسیار خوب میشد دیروز من برنامه های از طریق رسیه می شود تماشا کردم. وقتی آمدم به یک کانال NTV رسیدم، همین سوال به خدا قسم در دستم بود و همون کانال وقتی تماشا کردم نگاه کردم، یک پریکمخر یهودی در امریکا، پریکمخرای ما موی سر می پرتایند و در داخل همون پریکمخر چند اوستای آورده است. ما و شما مینی زواد میگیم، یک زوادی نه کلانی که مثال عبارت از 100 و 200 نفر کار کند، دو کسی کس مثل همین زوادهای که الحال میده میده خوردی هستند که مکران میبرارن، قند میبرارن، همچنان یک مینی زواد کرده است و همین موی سر مردم از موی سر مردم شرف میبرارد. شرف، ژمپر، نسکی و حتی الحال گفت همون موضع را کشاش کردم، پلس میبرارند از موی سر. مردم از چی چیزها چیها ساخته استند؟ ما تا حال اطراف مسئله هایی که به خدا قسم هیچ اینا مورد بحث قرار نگیرد، ما و شما قرارش دادگی هستیم. مردم همگی خواسته استند روز به روز پیش روند، ما برعکس پس رفته ایستاده ایم. به این خاطر است که در نقطه نظر بعضی از شخصها ما و شما این چونین معرفی شده ایم که اسلام ترقیات نمیخواهد. فقط جایی که اسلام باشد اونجا ترقیات نیست. به چه خاطر؟ به خاطری که ما و شما با یکدیگر ساز نیستیم، ما و شما یکدیگر را دوست نمیداریم، ما و شما یکدیگر را حرمت نمیکنیم. در بین ما و شما اختلاف ها که وجود دارد، ما هیچ وقت پیش نمی رویم. خوب میشد که این برادرایی که حالا که حق ندارد که یک کس گوید که تو چگونه عبادت میکنی، حق ندارد. خوب میشد که اینها یک جایه میشدن و مقصد یک فکری میکردن که در این تاجیکستان ما 4-5 آدم از دست اونا نان میخورد، یک جا را آباد میکردن، یک پیشرفت میشد. به خدا قسم اینش ما خرسند میشدیم. در عصر 21 قرار داریم. امروز کیهان در بالای مهتا و نشستگی است. ما تا حال از سر لیچ خواندن درست است یا نادرست بحث داریم. آیا همین جای تأسف نیست؟ تا حال مالی اطراف بیتاقی، اطراف تاقی، اطراف آستین کلته، اطراف آستین دراز
بحث و مناظره داریم. اینا خوب نیستند و من برای خود یک وظیفه گذاشتم. راستی بار خیلی فکر کردم و جمعه گذشته خیلی باور که ناراحتم شدم. به همین خاطر ناراحت شدم که تمام مردم غیر ما همگی در استحصالات، همگی در آباد کردن کارخانه های صناعتی، همگی در بهترین ماشین ها سوارند. ما اطراف یک مسئله هایی که آینده شاید که از پشت این یگان جنگ و جدال با پیدا شود، اطراف این بحث و مناظره داریم. بس است به فکرم، یک بار بس است. یک بار به سر همین مردم تاجیک ما یک مصیبت کلان آمد گذشت. بس است به خدا قسم. ماها خواهان او نیستیم. ما در همه جا گفتیم الدین و نصیحه. این دین اسلام نصیحت است. این دین صلح خواه است. دینی که در جنگ و جنجال اندازد، اختلاف ها برپا کند، در این دین ما وجود ندارد. در دورهای رسول اکرم حق میگوید این برادر، مذهب وجود نداشت. برای چی مذهب وجود نداشت در دورهای رسول اکرم؟ زیرا که این ستاره درخشان خود زنده بودند، حیات بودند. در دورهای حبیب خدا هیچ گونه بدعت ها و خرافات وجود نداشت، زیرا که این رهبر، این معلم حیات بود. هر یک مسئله که می برآمد به حبیب خدا مراجعت میکردند. دیگر چی جایی تکیه بر مذهب کند یا از کسی دیگر پرسد، زمانی که حبیب خدا حیات باشد. لیکن برای من مذهب در کار نیست، اگرچند که رفتی جمله رانیش انچه سخت است. همین میشد که با راهی دیگر اگر فهماند، با یک طریق دیگر اگر فهماند، میلش. وقتی ما عصبانی میشویم و به جانب آدمانی که مذهب دارد میگویم مذهبتان از خودتان، برای ما مذهب در کار نیست، در اصل الکه در بین ما آتش افروخته میشود. طرز معامله و طرز تبلیغ این نیست، طرزهاش این گونه نیستند. اگر همون برادری که عالم باشد، از علم صرف و نحو آگاه باشد، صیحای سیتر همگیش میدانستگی باشد، از تفسیر قرآن اگر درکدار باشد، خود گوییم که از همون قرآن، از احادیث ها اجتهاد کرده میتواند، پس برای مذهب حاجت نیست. این تمام کتاب ها بیان کردند. لیکن برای کسی که علم ندارد، نمیفهمد، اطراف حدیث حتی یک متن حدیث تحلیل کرده نمیتواند، برای او مذهب داشتن لازم است. خداوند تقلیدی در مذهب را در قرآن هم خبر داده است. شما پرسید دانایان را، عالمان را زمانی که نمیدانید. یعنی وقتی که تو چیزی را نمیدانی، تکیه بر یک عالم کن، از یک عالم بپرس. و این مذهب ها هم پیدایش با خود سبب داشتند. وقتی حبیب خدا گذشت 80 سال بعد که این حضرت امام ابو حنیفه که به دنیا آمدن، یا 70 سال بعد، الله که در بین مسلمان ها گویم که همون فلسفه های بیهوده که از یونانی ها باقی مانده بود، در بین مردم الله که درسی شده بود. از حساب همین فلسفه های بی معنی الله که مردم قرآن مخلوق می گفتند.
الله که در همون زمان عذاب قبر انکار میکردند، دیدار پروردگار در روز قیامت انکار میکردند. و این حضرت ها وقتی که در قید حیات بودند، همون زمان اینها را که مشاهده کردند، برای مردم از این فلسفه های بی معنی، از این مسئله های نادرست دور کردن، اینها از قرآن و از حدیث چنگ زدند و برای ما و شما راه های درست نشان دادند که این از راه درست، این از راه قرآن، این از راه حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. وقتی که ما و شما امروز اکثریت میداند یک کلمه را، حتی یک شخصایی که باور کنین کتاب خواندن نمیتواند، بعضی همین براشورکای کریلیکی قطعی بازی گویم که همین پیش رفته و بحث ها میکند، همونا حتی میدانند که داملات سخن صاحبای مذهب است که اذا صح الحدیث فهو مذهبی. همین را علاقه گویم که در معنی سرش جا کردگی است. بله درست است، هر جایی که حدیثی صحیح باشد صاحبای مذهب گفتند انا همون مذهب ما است. بله ما هم جانبدار این هستیم. این مذهب هایی که در دنیای اسلام امروز رواج دارند، اینا همگیش پیروی آیت قرآن، پیروی احادیث های رسول اکرم. اینا هیچ کدامشان دیگر یگان سرچشمه گویم که فتوا دادن نداشتند، از قرآن و از حدیث بودند. اگر از قرآن از حدیث که نمیافتند، قول صحابه ها را استفاده میبردند. از قول صحابه هم که نمیافتند، بعد رأی خود، قیاس خودشان استفاده میبردند که اینم از روی گفت حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم است. به این خاطر برادرای عزیز و گرامی، من همین یک برای شما یک چیز میرسانم. کسی مذهب دارد ندارد، بیا برادرای عزیز چقه نمیشوی، بیم به اونها کاردار نمیشوی. تو مذهب داری گفته، اگرچنده که باور کنیم بعضی سخنها من به گوش خودم والله که شنیدگی هستم که صاحبان مذهب تحقیر کردند، کسانی که پیروی مذهبن اونا را در ضلالت و در آتش گفتند. میلش ما انشاءالله میبخشیم، ما باور کنیم بسیار فهمیش داریم، ما هم دنیا گشته ایم، همه چیزا را میدانیم. لیکن این قدر میگم که جوانی نکن، جاهلی نکن. بهترین مذهب امروز برای تو خواندن است، بخوان، تعلیم بگیر، از علم آگاه شو. اگر تو عالم شوی، اگر تو آگاه شوی، هیچ وقت باور کن این گونه بحث و مناظره ها را نمیکنی. همه این سبب جهالت است، همه این سبب بی علمی است. و دیگر فراموش نکنین که این اختلاف ها هم برای بعض گروه ها لازمند که در بین ما این اختلاف ها را می پرتایند، ما آواره همون اختلاف ها میشیم و از همه پیشروی ها پس میزنیم. اینا هم در کار هستند. یکی بسیار زیرک باشین، بسیار هوشیار باشین. مذهب دارد، معنای او را ندارد که تو از او دیده شرفت بلند باشد یا شرف او از تو بالا باشد. احترام کنین یکدیگر را. انما المؤمنون اخوتون است، مؤمن ها همه برادر یکدیگر هستند. در اطراف پایه ها را محض کشیدن، از بالای جوره، اگرچنده که خدا رحمت کند یک کتاب من نو از مفتیات گرفتم، از چاپ زاهدان است، به نام بدعت، نام کتاب بدعت. در همون بدعت، در همون کتاب آمد است که سفیان ثوری، اسحاق، عبدالله ابن مبارک، امام شافعی، امام احمد حنبل بر بالای نسکی محض میکشیدند. لیکن حضرت امام ابو حنیفه و دیگر پیروان او که
وقتی دیگر گنجایش نمیدهد هر کدامی را من نامش برای شما خوانم. اونا گفتن همون جوربی که حبیب خدا بالای اون محض کشیده بود، این جوربهای تنوکی که امروز گویم همین چولاچنی فابریکا میبرارد این نیست گفتن، بلکه اون جوربهای غوث بودن، جوربهای از چرم بودن. اینا حضرت امام ابو حنیفه و پیروان او به این رفتن که اگر همچنان جورب غوث باشد که با او قوت سفر باشد، 3 روز قوت، مسح بالای وی کشان درست است. بعضی بندگان خدا به مسحش رفتن، بعضی هاش گفتن نه این گونه باشد، این گونه در محض کشید. ما وقتی در خارج تحصیل میکردیم، در پهلوی من بالای نسکی و بی نسکی و همگیش بود، نه محض میکشدن، لیکن ما با او چقه نمیشتیم، کارم نداشتیم. ما میشوستیم، اونا پروای ما هم نداشتن. خدا کند که خیلی فهمیشای بیدار برای ما نصیب کند. لیکن امروز که پیروان مذهب در تاجیکستان ما که همگی خیلی زیاد هستند و همگی گویم که پیرو مذهب هستند و همینه که گویم در فقه حنفی که اجازتش به این طرزی که من گفتم رفته است، بگذار پایهاش را شستن گیرن. شما چی جای جنگ و جنجال میکنید؟ و با شستن پای وی گناهگار نمیشود که. در نماز پایها را چگونه گذاشتن در کار؟ اگر مثل آنها نگذاری با تو جنگ و جنجال میکنن. بسیار خوب میشود که اگر بسیاری سوالهای هستند که برای من خوب میشود نامهای همونها را میگفتی و خود همون آدم به من مراجعت خودش میکرد. بسیار سوالهای هستند که شاید که برای عصبانی کردن، برای ناآرام کردن هم این گونه سوالها میآید. همون شخصی که سوال میدهد خودش پیش من بیاید و کیا هستن همونا برای ما بیان کند. ما دائم سفرمان همون دوشنبه هست، میبینیم قطعیشان مصلحت میکنیم. این از روی نافهمی میشود. انشاءالله اگر ما با همونا صحبت کنیم، همونا را فهمانیم، همه همون قبول میکنن. اینا باعث جنگ و جنجال نیستن. پای گذاشتن در مذهب امام ابو حنیفه 4 انگشت است. 4 انگشت در مذهب امام ابو حنیفه است. حضرت امام شافعی رحمت الله علیه 1 وجب گفتند، لیکن حضرت امام مالک و امام احمد حنبل میانه را گرفتن، یعنی همون حالتی که آدم خیلی خودش در بالای همون پایه ها خوب حس میکرد، همون خیلی گذاشته نماز خواند، نمازش درست است گفتن. این است طرز پای گذاشتن از روی گویم که همون مسئله فقهی که من در کتاب ها تماشا کردم. خب در وقت سجده دست ها را برداشته و بالا می پرتاید. مثلا در حدیثی که علقمه از عبدالله ابن مسعود روایت کردن که دلیل حضرت امام ابو حنیفه هم همین است که این حدیث ترمذی در حدیث حسن گفتن، این بود که حضرت عبدالله وقتی که گفت آیا برای شما من نماز پیغمبر خدا را نشان دهم؟ شاید عبدالله را همت میشناسین. عبدالله ابن مسعود یکی از صحابه های جلیل القدر حبیب خدا بودند، یکی از کسانی بودند که حبیب خدا اللهم فقیه فی الدین گفت، خدایا همین عبدالله را فقیه در دین بگردان. و این حضرت عبدالله سالهای دراز از تا حتی پایان خلافت حضرت عثمان در شهر کوفه درس میداد که در اینجا گویم که یکی از پایگاه ارتش اسلامی در دوره های حضرت عمر بود. کوفه 4000 صحابه میگه در اینجا وجود داشت که از اینها 70 نفرش جنگاوران بدر بود که اونا خیلی گویم که امتیازهای بلند داشتن. و عبدالله در اونجا گویم که درس میداد لیکن رفع یدین نمیکرد. حضرت امام مالک هم در مدینه که درس میگفت و رفع یدین نمیکرد. و عبدالله ابن مسعود گفت آیا برای شما من نماز حبیب خدا را تعلیم دهم؟ و خیس نماز خوان
دستی که برداشت میگوید یکم بار برای تحریمه بس داد برداشت، در دیگر باقی نماز دست برداری نکرد. این حدیث حسن میگوید در ترمذی. لیکن حدیث های در باب رفع یدین وجود دارد و پیروان مذهب امام ابو حنیفه انا همین دلیل برای خود اختیار کردند، بغیر این چند دلیل دیگر است. و همین گویم که برای خود یک اساس گذاشتن و این چنین نماز میخونن، بگذار همچنان نماز خواندن گیرن. در وقت دعا آمین نمیکنند و میگویند که پیغمبر هیچ وقت با همراه اصحاب یک دعا دعا نکرده بود. در روایت طبرانی یک روایت میارد در این باب که حتی ابن ماجه هم، سنن ابن ماجه هم در خانه دارم دیروز دیدم، در همون جمع یک روایت میارد که حبیب خدا دستهاش می برداشت، دعا میکرد و دستهاش در رویش میمالید. و یک روایت میارد از یکی لشکرکش های که وقتی که میگوید برای جنگ کردن میگوید به یک منطقه رفتن و در بین همون جنگاورها گو من از پیغمبر خدا شنیدم که اگر یک کس دعا کند و باقی مانده ها آمین گوید البته همه وقت فتح و ظفر نصیب او می شود. و میگوید دست برداشت و همگیش آمین میگفتند که خدایا ما را از جمله شهیدان بگردان، از جمله غالبان بگردان. همین زمان بود میگوید که اندک بد همون سرلشکر روم آمده در زیر پرده همین لشکرکش میگوید داخل شد. خیلی بعضی روایت ها میارن، لیکن همه اینها را صاحب فقه السنه سید سابق میگوید که هر یک حدیثی که در باب مالیدن روی آمده است از راه های زیاد آمدن کلش ضعیف است. لیکن فقه السنه سید سابق میگوید وقتی که اگر روایت ها از حدیث های ضعیف زیاد شد حکم حدیث حسن میگیرد. یعنی شما میتونید در فقه السنه تماشا کنید. و همین رفع یدین صاحب فقه السنه سید سابق حتی سنت نگفتن، گفتن مستحب است. پس معلوم شد است که همین سید سابق هم در اطراف گذاشتن دست بالای ناف یا زیر ناف همون کتابش هم یادآور می شود که در دوره های رسول اکرم بعض شخصیت ها زیر ناف می گذاشتند، بعض شخصیت ها بالای ناف می گذاشتند، هر خیل می گذاشتند. پس معلوم است که نماز هر خیل می خواندند. پس جنگ و جنجال برای چیست؟ باز میگویند که تراویح 8 رکعت است، مگر اینها درستند یا نه؟ آخران سوال بود. تراویح 8 رکعت بودن شد در کتاب ها میگوید که دلیل وجود ندارد که حبیب خدا 8 خواندن یا 20 خواندن. و حتی که در دوره های حضرت عمر ابی ابن کعب را امر کرد که امامتی کند و مردم از پس او اقتدا کنند و 20 رکعت نماز تراویح خواندند. 20 رکعت نماز تراویح را با امامتی ابی ابن کعب خواندند که این صاحبان مذهب همش تصدیق دارند. از آن جمله ابن تیمیه هم که یکی از عالم‌های مشهور هستند، وی هم در همین چیز تصدیق دارد که در دوره های حضرت عمر 20 رکعت نماز تراویح رواج بود. بعد از او دوره حضرت عثمان هم 20 رکعت نماز تراویح خواندند. حضرت علی هم 20 رکعت نماز تراویح خواندند. و امروز در مکه و در مدینه هم 20 رکعت نماز تراویح است. فقط امام مالک با 36 رکعت رفتند. امام مالک گفتن 36 رکعت نماز تراویح است. دیگر باقی مانده صاحبای مذهب با 20 رکعت رفتند.
و او یکی میگوید در کتاب ها که 8 رکعت در هفتگی هستند. این روایت حضرت عایشه است که حبیب خدا چی در رمضان چی در غیر رمضان از 11 رکعت نماز در شب نماز دیگر نداشت، لیکن 4 تا میخوان سلام میداد، 4 تا دیگر میخوان سلام میداد، 3 رکعت باز ویتری واجب میخوان. لیکن آنقدر نماز میخوان که تا صبح انا همین 11 رکعت نماز دوام میخورد. 11 رکعت نماز تا نماز صبح میخواند. برای همین است که بعضیا سوال میدن که بعد صبح خواب کردن درست است، سنت پیغمبر است؟ بله سنت پیغمبر است، اگر مثل پیغمبر تا روز اگر تو شب زنده داری کرده باشی. وای شب زنده داری میکرد از قسم صبح تا نماز فرض قائم شدنش یک کمی خواب میکرد، بعد از اون میآمد فرض جماعت میکردن. السلام علیکم دامنای عزیز. میگویند که 3 کس در کودکی در گهواره سخن گفتگی هستند. آیا این حقیقت دارد یا ندارد؟ بله حقیقت دارد. یکی از اینا حضرت عیسی ابن مریم است. حضرت عیسی پیغمبر خدا در گهواره در خردی صحبت کرده بود. دوم حضرت جریج میگویند، حدیث متفق علیه است، میگوید آنقدر بچه به عبادت بود، آنقدر در عبادت پروردگار قائم بود که برای خود میگوید یک موضع مخصوص برای عبادت جدا کرده بود که از خلق جدا بود. در همون موضع عبادت میکرد، خدا را پرستش میکرد. بناگاه میگوید روز مادرش فریاد زد یا جریج. حضرت جریج صدای مادرش شنید در عبادت، لیکن چی میگفت؟ خدایا نمازم یا مادرم، نماز دوام دهم یا جواب مادر مگردانم. و همچون نماز دوام داد جواب مادرش نگفت. دویم بار میگوید باز مادر روز دیگر فریاد زد، باز جریج در عبادت که بود گفت نمازم یا مادرم، باز نمازش ادامه داد. سیوم روزم این چنین تکرار کرد. بعدا مادرش میگوید خیلی خشمناک شدن و گفتن جان تو را خدا نگیرد تا زمانی که اگر با یک زن زیناکار روبرو نشوی. مادرش دعای بد کردن. البته دعا 3 دعای هست که در پیش پروردگار لا شک فیهن نمیگوید، هیچ شکی نیست که این 3 دعا قبول می شود. یکی از اونا دعوت الوالد است، دعای پدر و مادر در حق فرزند قبول می شود. بسیاری جوانای هستند امروز در مسجد ما نماز میخوانند که پدر و مادرها از او ناراضی هستند. بسیاری برادرای در اینجا نماز میخوانند که پدر و مادرشون از اونا ناراضی از دنیا گذشته است. بسیاری نمازخوانای هستند که فکر میکنن به همین نماز جمعه تمام ما جنت از خود کردیم، دیگر احترام پدر و مادر شرط نیست. حالا که برادرای عزیز گرامی همه شما را من تأکید میکنم، تا زمانی که اگر پدر و مادر از تو راضی نباشد خدا از تو راضی نیست. حتی حبیب خدا گفت که هم جنتکی و نارکی، اونا جنت و اونا دوزخ تو هستند. بعدا میگوید یک زمان سپری شد که در همون دوره های جریج یک زن بی نهایت میگوید زیبا بود، به حد حسن و جمالی به اندازه داشت و در حال دعای مادر که در نزد خدا قبول شده بود مصلحت کردند که من با همین جریج زنا میکنم تا که او را شرمنده کنیم. گفتن میلش. وقتی که این زن نزد جریج آمد و جریج که در عبادت بود هرچی خودش را زینا، هرچی خودش را زینت میداد، هر گونه رفتارهایی که میکرد گویا که جریج از طفیل انسان نباشد.
برای او هیچ اینا زینتی نداشتند، برای که در وجود او ایمان بود، خدا ترسی بود. امروز زنها و پیش شما نه که بلکه شما برای زنها حرکت دارید. ولی من کجا گویم که وقتی که زنها و پیش شما بیایم باور کن شاید از 10 نفر شما 9 نفر شما به سوی زنا روید. این خدا دانا هست. وقتی که وای حسن و جمال داشته باشد، وقتی وای پول داشته باشد و پیش بعضی از شخصیت ها آمده و خودش یک گویم آرا و تارا دهد، خدا دانا هست. باور کنین ما و شما در همین گناه می لغزیم. امروز خیلی زنا هم رواج یافته است. این سوال آمده است که من رفیقای دارم که در همین مسجد می نشینند لیکن نمازاشون هم می خوانند بازم این زنا میکنند. این چه عبادت است؟ دید که از جریج هیچ فایده ای نیست. در حال با یک چوپان میگوید این زن زنا کرد، حامله دار شد و فرزند زایید. وقتی گفتنی از کیست؟ گفت از جریج است. در حال آمدن همون عبادتگاه جریج چپه کردن، جریج خودش را لط و کوب کنان به میدان آوردن. وقتی گفتن چه حالت است، چه مسئله شده است؟ گفت این فرزندی که از این زن به دنیا آمده است از حساب زینای تو به دنیا آمده است. میگوید این جریج آدم خدا ترس، آدم همیشه در عبادت که بود، میگوید در شکم همین طفل خردک یک شپاتی زد و گفت ای کودک، ای طفل، بگو که پدر تو کیست؟ حبیب خدا حکایه دارد. میگوید این زبان به زبان آمد این طفل و گفت ای جریج، تو از این زنا خالی هستی، انا همان چوپان به مادر من زنا کردگی است. این دویم طفل هست که کودکی که در آوان خوردی زبان کشاده و اثبات کرد که جریج از زنا خالی هست. سوم کودکی که در حدیث میگوید سخن گفتگی هستند، بار میگوید یک مادر کودکی خود شیر میداد، بناگاه به پیش مادر میگوید یک بالای اسب یک مرد خیلی با سکه و با صورت بسیار سر و لباس تازه داشتگی گذشت. این مادر که این اسب زیبا را بالای او این مرد دارا را که دید، شاید که آدم دنیا دوستدار بوده است، مثل بعضی از اکثریت بندگان خدا که امروز تمام هستی ما در دنیا بخشیدگی هستیم. در حال دعا کرد این مادر که خدایا، گفت همین طفله که مرا گفت مثل انا همین مرد بگردان. این طفل میگوید وقتی شیر میخورد در حال میگوید پیستان مادر را خلاص کرد و گفت خدایا مرا از جمله همین مرد نگردان. و در حال میگوید باز شیر شب دوام دادن گرفت. این زمان میگوید وقتی این مادر حرکت کرد و رفت نگاه کرد که یک غلام بیچاره را میزدن و میگفتن که تو دزدی کردی، زنا کردی، تهمتش میکردن. این مادر میگوید وقتی که حال این غلام دید گفت خدایا، گفت این بچه مرا مثل همین نگردان. گفت این کودک میگوید دویم باره باز زبان کشاد و گفت خدایا مرا از جمله انا همان گردان. این سیوم کودکی که بود زبان کشاد و سخن راند. محدثان میگویند چرا که این کودک گفت از جمله وای مرا نگردان و از جمله این بیچاره که در عذاب بود از جمله این گردان. میگویند مراد این بود که آن مرد که بالای اسب سوار بود، سر و فرمه خوب داشت، وای بسیار ظالم بود. این کودک وای شناخت، گفت خدایا وقتی دعا کرد مادرش نفهمید که وای ظالم است. کودک که فهمید گفت خدایا مرا از جمله ظالم نگردان. لیکن اون بیچاره غلامی که با تهمت وای از زناکار و دزد گفته بودند، کودک فهمید که وای دروغ است، تهمت است، گفت خدایا مرا از جمله وای بگردان. این سیوم کودک بود که در حالت کودکی سخن گفتگی بودند.
السلام علیکم داملای مهربان. آیا شب گرانیدن مرده جایز است یا نه؟ بله، شب گرانیدن مرده جایز است. حتی که در روایت ها میاد که حضرت ابوبکر شب گرانیدگی است. در روایت ها میاد که حضرت علی، حضرت فاطمه را هم شب گرانیدگی هستند. و این خاطر اگر ما شب هم که مرده ها من برده گرانیم، این هم جایز است. فقط شرایط در کار، فقط همون حالت های گرانیدن اگر برای ما گویم یک روشنی باشد، شرایطاش باشد، گرانیدن در شب هیچ زلل و زیانی ندارد. السلام علیکم داملای عزیز. شما گفتید که با معلمان رابطه زیج دارید. من هر روز با مادرم جنجال میکنم که خواهرم با سر و لباس مکتبی به مکتب نرود، زیرا که با کرته سفید مردانه و یوبکه دختر به بلاغت رسیدگی را ممکن نیست. آیا شما به معلمان در این باره سخن نمیگویید؟ التماس دعا کنید که خواهر ما صاحب ستر و حجاب شود. در اصل وقتی که امروز ما همین کوچه ها را میگذاریم، میبینیم دختر تاجیکی که امروز ما افتخاری به تاجیکی داریم، کرته مردانه دارد و یک یوبکه دارد، پایانش دیگر پاچه نیست. به خدا قسم پایا همه عریان هستند. این مکتب هم نمیخواهد، این همون پدر و مادر خودش خواسته ایستاده است. این ریزاگی همون معلم هم نیست که همون دختر ما و شما گویم همین رانهای پاش قسم پایان همه در میدان باشد. همین معلم هم نمیخواهد باور کن. همون معلم هم برادر ما و شماست، همون معلم هم مسلمان ما و شماست. این همون بعض پدر و مادرهایی که اهمیتی به فرزند نمیدن، ان همونا خودشان میخواهند. حبیب یک یوسف خرزاوی را خدا رحمت کنه در کتاب حلال و حرامش میگوید، یک شاعر عرب گفته است کل الحوادث مبدأها من النظر و معظم النار من مستصغر شرر. بین میگوید که هر یک حادثه را سرشویش از نگاه کردن سر می شود و هر یک آتش بلندی که میبینین اولی همون از یک آتش خرد سر شدگی بود. نظرتون فابتسامتون فسلام فکلام و موعید و لقاء. دیگر شاعر عرب میگوید. ببین میگد آخران وقتی که با دخترها شما صحبت میکنین، با آواز سلام میکنین، اونا را در آغوش میگیرین، با اونها جای ملاقات اعلان میکنین، اولی همون سرشویش از کجا بود؟ نظرتون، از نظر کردن. وقتی شما نظر کردین، الکی شما تصور کنین که در دل دریچه دارد، در حال همون نظر شما پیغام های شهوانی را به دلتان میارد. برای همین برادرای عزیز و گرامی، هیچ کدام ما و شما باوری دارم، باوری کامل دارم، نمیخواهیم که دخترای ما و شما بیراهگر شوند، دخترای ما و شما را بچه‌های بیگانه استفاده برند، بلکه ما میخواهیم که این دخترهای ما آینده صاحب شوهر شوند، صاحب بچه‌های خوب شوند و این تاجیکستان زیبای ما را آباد کنند. این ما میخواهیم. برای این مقصد در رسیدن دخترها را از پوشیدن این لباس‌ها منع کنید، از پوشیدن این لباس‌ها منع کنید. وقتی که تصور کنید پیش بری اونها نمایان، پایهای اونها نمایان، هر یک شخص بیننده خودش را چه تصور میکنه؟ خودتان در جای همون نظر کننده تصور کنید. البته آرام نمیمانی دیگر. برای همین برادرای عزیز و گرامی احتیاط کنید. این بسیار مسئله مهم است. از اون مسئله هایی که ما و شما جزئیه که در اول من خواندم، جنگ و جنجال مثال ما و شما بیدار میکنیم، هر یک گروهی که نباشد در این اطراف حرکت کنیم، اینجا بهبودی بیاره. این است مسئله های مهم برای ما. این ملت است، این ملت تاجیک است. این به خودش لباس دارد، لباس ملی دارد.
اینجا بعضی سوال‌های دیگر آمده است، بحث‌های زیاد طلب می‌کند. انشاءالله من ایناشا جمعه آینده برای شما معین میکنم که بعضی برادرها سوال کردن در اطراف توی صحبت کنید و بعضی برادرها دیگر مسئله ها. اینجا یک آدم دیگر هم خیلی یک مکتوبی غم انگیزی نویساندن که من میخواهم جمعه آینده همین خوانم که این برادر ما از ما خواسته است که سوال ای بهترین داملا حاجی میرزا، از یک پدر بسیار غمدار در 14 سال حیاتم صاحب یک فرزند شدم، یعنی بچه شدم و زمان تولد مادر این بچه از سر فرزند رفت. خیلی عذاب داشتم، لیکن غم و دقتم را با این فرزند بی مادر خاموش میکردم. این غم کم در یاد فراموشی بود که این بچه هم در سن 10 سالگی از بیماری گذشت. بسیار غمدار هستم. برای دلبرداری هم چیزی بگویید که از 300 کیلومتر راه دور برای شما این مکتوب روان کردم. انشاءالله من جمعه آینده برای دلبرداری این برادرم یک چند قصه هایی که صبر در راه غم و دقت است بیان میکنم. امروز دعا کنید گفتن در حق مرحوم محمد شریف زردیف، بچه رئیس بابا زردیف که اینجا 1000 سامان آورده دادن گفتن برای آبادی مسجد، و در حق خواهر مرحوم هم دعا کنید. اینجا هم یک مبلغ دیگر آوردن و یک برادر دیگر هم یک مبلغ دادن که در حق من دعا کنید. اینجا یک برادر دیگر سفر دارد گفته است یک مبلغ برای آبادی مسجد روان کردن. یک برادر برای مسجد سیمین و سیمبلاک روان کردن. یک برادر عزیز خیلی گرامی داریم، خدا برکتش دهد، که خیلی یاردم کلان کردن نوکک در همین مسجد که گفتن اعلانش نکنید. در حق دخترچه خردسال که در صدمه هلاک شده است دعا کنید. یک برادر در ما را زنگ زدن که در عالمتای وقتی آمدن مونده یک کودک زدیم هلاک شده است، در حقش دعا کنید. گفتن برای مشکلات از همین مشکلات خلاص شدن و هم در حق منم دعا کنید. در حق فرزندان محمد علی دعا کنید. در حق آنهایی که در صندوق خیریه صدقه کردن دعا کنید. چند برادر سفری رسیه دارد دعا کنید. گفتن دعا میکنیم که خدای مهربان این خیر احسان ها را قبول بگرداند و هر آرزو و امیدهایی که در دل این بندگان تو هستند خدایا آرزو و امیدهاشون حاصل بگردانی. خدایا این جمعیت ما را تا جمعه دیگر